یه خبر خوب. چه خبری؟ من برای مسابقه انتخاب شدم. چه مسابقه؟ مسابقه 2 پس فردا به کسی که نفر سوم باشه به کفش قدیمی نو میدم. چرا به نفر سوم؟ برای اینکه جایزه نفر اول دوم یه چیز دیگه است. اگه سوم من کتینیا رو میدم به تو. اگه نفر سوم نشدی چی؟ من حتما سوم میشم. سوم تو اول شدی اول آفرین ماشاءالله علی اول شدی تو